سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید مردم مطمئن باشند جمهوریت زنده میماند و جامعه جهانی حامی افغانستان است. و در مراسم آغاز پروسه دیجیتال سازی ادارات گفت فساد ریشه‌کن خواهد شد. جنرال کنت مکنزی قماندانی مرکز اردوی آمریکا میگوید حملات هواییشان در حمایت از نیروهای افغان دوام خواهد داشت و در صورت ضرورت افزایش خواهد یافت و از دست حملات خونین طالبان آمریکا را وادار به چنین فیصله‌ای کرده است. یونما میگه تلفات افراد ملکی در سال جاری 47% افزایش یافته است. این اداره در گزارش 6 ماهش نوشته است از اول جنوری تا پایان جون 1659 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند. نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در چند روز گذشته از 30 ولسوالی را از چنگ طالبان پس گرفتند. سخنگوی سکتور امنیتی میگوید نیروهای افغان در نقاط مختلف در حالت تعرضی قرار دارند. و جنبش حفاظت از حقوق پشتونها فردا در وزیرستان یک جلسه بزرگ در مورد افغانستان دایر می‌کند. منظور پشین رهبر این جنبش گفته است مانع عملی شدن پالیسی استخبارات پاکستان در قبال افغانستان می‌شود.